شام 9 دکبر سال روان قلب رهبر صادق و وطن دوست، شخصیت برومند جامعه، رئیس ноҳияи ҷалолиддини Балхӣ Убайдуллои Файзулло از تپیدن باز ماند. شودروان убайдуллои Файзулло طول 43 سال فعالیت مهنتی توانستند در رشد و پیشرفت وطن به منفعت خلق و دیار با همه هستی صدقاً و صافدلانه زحمت کشیده سهم خود را در رشد جامعه نوین گذارند. مورد ذکر است که خادم دولتی شودروان убайдуллои Файзулло فعالیت کاریش را از خواجگی به نام نیاز محمد بیگوی ناحیه جلالدین بلخی شروع کرده در وظیفه های مسئولیتناک از جمله سردار ناظرات انداز ناحیه جلالدین بلخی، رئیس خواجگی به نام نیاز محمد بیگوی ناحیه جلالدین بلخی، رئیس ناحیه خراسان و از ماه مارس سال 2015 تا آخر نفس رئیس ناحیه جلالدین بلخی را به عهده داشت. دولت و حکومت تاجیکستان خدمت‌های پرارزش و سهم مناسب او را در پیشرفت ساحه‌های مختلف خواجگی خلق به اینابت گرفته با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2016 با مدال خدمت شایسته، سال 2021 با مدال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با 10 افتخارنامه و سپاسنامه‌ها سرفراز گردانیده شده است. زنده و جاوید ماند هر که نکند زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام.